باز میخواستم پرسم که همین بچه‌کم یتش 12 ساله یتش 9 ساله اکو نمازی تراویح حیاتی هم گفته قطعیم برابر گرفته میخونم همین من به درست باشد تنها خانتون یعنی شما با تنها امام میکنیم بخشش نه تنها نیت اگر میکنیم 12 ساله باشد همون 12 سالش امامتی بگذارونید 12 سالش امام بگذارونید این 10 سالش 9 سالش در برابر امام ایستاد هر دوش یک جای ایستاد شد اگر دو کس باشن پسرها شما خودتان یا اینکه با یگان زنی دیگه باشد در صف بعدی می ایستید میتونید اقتدا کنید به فرزندتون اگر قرآن خوانده تواند اگر نتواند همتون در یک خانهتون شما مثلا در یک کنجی خانه اونا در دیگر طرف دیده از شما دیده خانه همه تنهایی خواند اگر نتونین جماعت شده فهمیدم هزار